قبل از اینکه به این سوال جواب بدم ازتون میخوام که این ویدیو رو ببینید. این که خوبه داره فارسی حرف علی خوب حرف میزنه ماشاءالله. یکم صحبت کن لطفا. گفت الان علی آقا اومد تموم شد صحبتات. من یکم منو میبینه استرس میگیره. البته مختص سامان نیست و بچه‌ها اکثرشون نیست. شما نه؟ حتی شما دوست عزیز. یکی از دلایلی که از صحبت کردن یه زبان جدید ترس داریم اینه که میترسیم بقیه ما رو مسخره کنن و همین مورد به میزان قابل توجهی روی اعتماد به نفس ما و همچنین صحبت کردن ما تأثیر منفی میذاره. الان ویدیوی دوم از همین بازیکن رو ببینید و ببینید که چقدر خوب و مسلط داره زبان فارسی رو صحبت میکنه. خیلی خوشحالم که من انتخاب کردم، ولی برای من که مهم نیست کی گل میزنه. بنابراین راه حل این مشکل چی میتونه باشه؟ حتما باید کلاسی رو شرکت کنیم یا با افرادی تمرین کنیم که حس خوب و مثبتی در صحبت کردن به ما القا میکنن و بعد از اینکه نسبت به جمله سازی تسلط بیشتری پیدا کردیم سعی کنیم که دایره ارتباط خودمون رو گسترش بدیم تا بتونیم خودمون رو به صورت جدیتری مورد محک قرار بدیم.